و توجه میکنیم که در مقابل بیانباستور چی کار میکنه. موقعیت برای قطب‌الدینов. اینجا یک حرکت هم انجام یافت، هرچند که امتیاز آور نبود ولی کوشش عملی شد که فعالی ورزشگر مورد آور به نوبت گرفت و به ورزشگر مغولستانی شیدای اول رو هم به خاطر کم فعال بودنش نشان داد. حرکت های ادامه می‌یابد. کوشش نوبتی لایق قطب‌الدین. هر دو دوری اول آزاد بودند. رقابت را از این مرحله 8 نهایی آغاز کردند و برای به مرحله 4 1 نهایی رفتن مبارزه برده شدند. بیانباستور اینجا امتیازی وزری میگیرد از لایق قطب‌الدینov. البته تجربه بیانباستور نسبت به لایق قطب‌الدینov زیادتر است. حالت لدادن دست رو اینجا میخواهد استفاده برد. بسیار هم حالت خطرناک است برای قطب‌الدینov ولی تسلیم نمیشود لایق. لایق زیر راهنمایی مربی عزت خداییov تمرین میکند. یوکو وزری رو باز پس گرفتند و این بسیار هم خوب است برای لایق. ادامه می‌یابد به آزمایی. چون در بالا اشاره کردیم که تجربه بیانباستور نسبت به قطب‌الدینov خیلی هم زیاد است. و چه حرکتی عالی! قطب‌الدینov موفق می شود که جبران کند از امتیازی از دست رفته. یوکو بها گذاری کردن ولی اشاره داور بعد از تفتیشات باز هم عوض خواهد شد. فاتح محمدبکov هم اشاره میکند که در این حالت وزری باید باشد. ببینید که چگونه حالا که بیرون را عالی استفاده کرد. یوکو تصدیق می شود و رقابت ادامه می یابد. به هر صورت امتیاز بود برای ورزشکار ما که باز هم انگیزه او را دیگر می کند. امتیازی به دست آورده در مقابل این چهره که بسیار هم رقابت پذیر است. عزت خداییov از کنار نشسته است. برای قطب‌الدینov مصلحت می‌دهد در لحظه های موافق و مناسبی که پیدا می شود. کوشش را ادامه می‌دهند. حرکت ها از جانب بیانباستور هم زیاد گشت چون امتیاز را او نیز از دست داد. مربی بیانباستور برایش اشاره دارد که باید طریق پایزنی در مقابل قطب‌الدینov امتیاز بگیرد. شیدای دویم را برای بیانباستور و شیدای اول را برای قطب‌الدینov نشان داده بود. شیداها باز پس گرفته شد. رقابت ادامه می‌یابد. باز هم حرکت از هر دو جانب برای کسب امتیاز نوبتی. البته حرکت های قطب‌الدینov بسیار هم خوب است در مقابل بیانباستور.
دوباره شروع میکند که ادامه دهند. بیانباستوره یعنی همون اشاره کرده مربیش رو میخواهد که در مقابل قطب‌الدینov عملی کند، در که پایزنی های امتیاز بگیرد. دو ثانیه دیگر تا انجام وقت اساسی باقی مانده است و برای کسب امتیاز طلایی در گلدن اسکور رقابت را ادامه میدهند. شیدا برای قطب‌الدینov هم نشان داده شد. اکنون کوشش های هر دو بهر کسب امتیاز طلایی. اینجا یک حرکتی عالی از جانب قطب‌الدینov بهاگذاری نکردند. به هر صورت تفتیش کرده می شود. کوششی که از جانب قطب‌الدینov لایق بود. یوکو برای لایق قطب‌الدینov اکنون امید تواند در مقابل یک تن از رقیبان سرسخت خود پیروزی را در رقابت اولینش در گرند اسلم دوشنبه به دست بیارد. همین طور اکنون بیانباستورن از لایق قطب‌الدینov شکست میخورد و لایق به مرحله 4-1 نهایی میرود. بسیار هنرنمایی عالی و ارزنده را لایق قطب‌الدینov در مقابل بیانباستورن نشان داد. در اول امتیاز یوکو را از دست داد، بعداً در دو حالت موفق شد که یوکو بگیرد و به پیروزی برسد.